محفل عروسی عجیب و باور نکردنی لطیف عزیزی در کشور امریکا. لطیف عزیزی بالاخره از دنیای مجردی وداع گفت. افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی لطیف عزیزی در کشور امریکا. وی با کی ازدواج کرده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. لطیف عزیزی هنرمند جوان، موفق، با استعداد و یکی از چهره‌های شناخته شده در میان جوانان کشور و صفحات مجازی افغانستان. وی در سن نوجوانی در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع اشتراک کرد و توانست در مدت خیلی کوتاه شهرت و محبوبیت خوب هنری برای خودش کسب کند. لطیف عزیزی عاشقانه برنامه‌های هنری‌اش را به پیش می‌برد. بعد از ختم برنامه ستاره افغان، آهنگ‌های مشترک بیشماری با هنرمندان دیگر افغان سرود که مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار گرفت. لطیف عزیزی هنرمند جوان کشور بعد از تحولات سیاسی در افغانستان و کشور امریکا مهاجرت کرد، اما بعد از آن که به امریکا سفر کرد کاملا از راه هنر موسیقی به دور شد و دیگر آهنگ برای دوستداران و طرفداران صدایش نسرود. برای برندهای مختلف در امریکا مدلینگ می کند و لطیف عزیزی تازه تصاویرش نشر می شود که وی در امریکا ازدواج کرده است. تا کنون معلوم نیست همسر لطیف عزیزی کیست و با کی ازدواج کرده است، ولی ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند جوان کشور از بارگاه عزت الله عزال تمنا داریم. در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از لطیف عزیزی خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را درباره لطیف عزیزی در کامنت با من به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق کامیاب باشید.